اگه از هر کدوم از این ارتفاع بپریم روی این بلاک‌ها چقدر دمیج میخوریم؟ اولیش درته که اگه بپریم روش 22 تا بلاک میتونیم زنده بمونیم. بعدی این گیاهای خزری داخل ندرن که اگه بپریم روش بی نهایت میتونیم زنده بمونیم. و روی اسلایم هم اگه بپریم ما میتونیم بی نهایت بلاک رو زنده بمونیم، چون اسلایم ژله‌ایه دیگه. بعدی عسله که اگه ما بپریم روش میتونیم 44 تا بلاک رو زنده بمونیم. بلاک بعدی که از ارتفاع خیلی بالا میپریم روش بلاک هیبیله که اگه بپریم روش 107 بلاک زنده میمونیم. بلاک بعدی لدره که بی نهایت میتونیم کلاچ کنیم. بلاک بعدی اسکافولدینگه که اونم بی نهایت میتونیم روش کلاچ کنیم. بلاک بعدیمون آبه که اونم بی نهایته. بلاک بعدیمون درید گسته که میتونیم 22 تا بلاک بیافتیم روش و زنده بمونیم. بلاک بعدیمون کاپ وبه که از اونم میتونیم بی نهایت کلاچ کنیم. بلاک بعدیمون اسنا پاودره که اونم بی نهایت کلاچ میتونیم بکنیم. بلاک بعدیمون لاواه که اونم 22 تا بلاکه. و آخرین بلاک ما که اگه تا الان اومدی سابسکرایب نکردی سابسکرایب کن. بلاک آخر ما بده که اگه بپریم روش میتونیم 44 بلاک زنده بمونیم. برای ویدیوهای بیشتر همین الان ساب کن.